شراب تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش، که یک دم را بیاساییم ز دنیا و شر و شورش. امیدوارم حال همتون خوب، تنتون سالم، حسابهاتون پر از پول، عشق بین خودتون، فرزندانتون، پدر و مادرتون، پارتنرتون و فرزندانتون. امیدوارم که همیشه برقرار باشید، تندرست باشید و سلامت. خب دوستان عزیز من، با من بیایید روی چارت ببینیم دنیا دست کیه. قطعا میگی سلطان کی بهتر از تو؟ اوکی؟ خب اینو باید بگی دیگه، چون واقعا ببین اینان که تو میبینی فرشتگان نجاتن که گاهی نمیبینی. اوکی؟ 178% بی ام بی سلطان کی سیگنال داد اینا رو؟ ریسک ریوارد 1/100 فول آپشن. حالا من سناریوی من در مورد ترید رفقا این بود، ریزشه. سناریوی من در مورد ترید ریزشه. حالا یه چند باری هم 10% 20% سود داده، اما یه سناریوی تو ذهنمه، اینو میگم، این سناریوی منه. حالا یا اتفاق میفته یا نمیفته، اما چیزی که هست من احساس میکنم با این وضعی که بازار گرفته. ببینید بچه، یه لیکویدی سنگین ما چک کردیم تو این محدوده هست. این امکان داره بخواد یه حمله‌ای به این محدوده بکنه، نمیدونم چند میلیون پول بود، اینو لیکوید کنه بعد بریزه. یعنی دیدن بیت کوین 74,800 تا 77,000 دور از ذهن رفقا نیست. آره عزیزم، اما ما نه آنیم که خاری کشیم از چرخ فلک. گر فلک با ما نسازد رفقا، چرخ را بر هم زدیم. خب این عرض کیکه، گفته بودم 25%. اینو ببینید، اینو ببینید. بله این اتریوم کلاسیک رفقای جان، اینجا رو ببینید. البته یه معامله اینجا داده بودیم بهتون، ریسک ریوارد 1/82. اینو ببینید، اینا رو ببینید، قشنگ ببینید. سر این سفید رو ببینید، گفتم میاد پایین. سر این دوتا رو ببینید. وقتی میگم شراب تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش، چون میبینم 50% 43%، چون میبینم واقعا امروز شرایط جامعه بحرانی. آقا بحرانی، فقط با شومن کردن، با شو آف کردن. این اتریوم رفقا 50%. تحلیلا رو ببین جون بابا. حالا امروز اون روزیه که میخوام دنیا رو به خاک خون بکشم. ENG. حالا امروز میخوام بهتون بگم که بذارید ارزا رو چک کنم. سولانا رو ما بیچاره کردیم. اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینید، اینا همش تو مشت داشتونه. امروز اون روزیه که بازار توی مشت شماست. چرا تو مشتتونه؟ به واسطه اینکه امانزاده پشتتونه. حالا قبلا ما مینا جون رو بهتون معرفی کرده بودیم، ازش یه سود خوبی هم گرفتیم. کدوم مینا؟ همون مینا که گفتیم امروز دوباره میخوایم یه بار لپش رو بکشیم. اوکی؟ امروز میخوایم کاری کنیم کارستون. ببینید اینا همه تحلیلای مینا جونه. هی که اومده مثلا اینجا بوده گفتیم میره بالا، ببینید 38%، 40%. حالا سناریوی من در مورد مینا جون به این صورته که یه خط بندازید اینجا یا بیارید پایینتر، میشه اینجا، میشه 76 40 0.76 40. این اومد پایین 76 40 و رفت پایین، برگشت بالا، لانگو بگیر جون بابا، سودا رو به دندون بابا. این سناریو اول. سناریو دوم، خط بالا سر که میشه 85 بشکنه، چه عدد قشنگی، بیاد برگرده بالا و بوم. حالا خلاصه فکر کنم فهمیدی که همش بمب رو به بالاست. اوکی؟ و تلاش روزافزون ما اینه که رفیق من چیکار کنی؟ تو سود کنی. سیگنال لودو رو که چند روز پیش داده بودم و تو اهمیت ندادی، اون روزی که داشتیم میگفتیم درود رفقای جان، عزیزان دل، این بازار محکم بگیریدش، این لودوه.
چند بار سیگنالشو دادم. 72% سود. اوکی؟ حالا میخوام اینو بهتون بگم که ONT ببینیم چی شد. خب ONT اینو گفته بودیم بزنه بیرون که فعلا بیرونه. اومد بچه ها ONT دیگه فکر کنم امشب و فردا بیاد بالا. پول بک به اینجا که میشه عدد 3217 لانگو بگیرید. اینم واسه فردا اتفاق میفته، میتونی بگیریش. اوکی؟ این در مورد ONT. باز چه سیگنال داده بودیم؟ IDX هم که سیگنال داده بودیم. اگر موافق هستید که براتون آموزش تولید محتوا کنیم، عدد 1 رو توی کامنت ها برامون بنویسید تا ما انجام وظیفه کنیم رفقا. خب IMX این کدوم صرافی انتخابش کردم الان؟ ما مطمئنیم که میشود. آها میگه ما روش تحلیل داشتیم چرا نیست. خب این هم IMX 28%. نوش جونتون، هنوز به نظر من اول راهه. باز برگرده روی 2.2213 یه فرصت فوق‌العاده است برای چه حرکتی؟ برای حرکت سعودی. CTSI ببینیم چه اتفاقی براش افتاد. تقدیم نگاهتون. عشق کردم. خدا شاده بگردید ایران و توران تو جهان یکی رو من نشون بدید اینجوری با شما حال داده باشه. 57%. آقا دنبال قاطر بروسلی نگردید، به والله تو ایرانه رفقا. تو ایران نشسته رو بروتون. بفرمایید چی میخواید؟ تقدیم نگاهتون. چه کرد. حالم خوب شد، روانم خوب شد. خب اینم داد. بفرمایید. خطوط با شما صحبت میکنم. امیدوارم که تنتون سالم، حساباتون پر از پول و تندرست و برقرار باشید. تا درودی بعد بدرود.